چی؟ این مبله رو کی خریده؟ همه رو زخم و زیلی میکنه. چه زخم و زیلیت کرده؟ وایسا بیام خدمتتون. وایسا اومدم خدمتتون. بله؟ آها نمیتونید رو اینا اینجوری چیز بکنین ها؟ قل بخورید رو چوبا. اون مبلایی که اونجا روشون قل میخوردی فرق میکرد. اینجاشون از اینا بود. اینا نمیشه ماما. مبل بدی نیست. کاراییشون نیست. از اینا فقط داشت؟ آره. همون مبل کاشکی برگرده. راجب کار شوشا میتونی برام توضیح بدی؟ شوش به چه کاری میاد؟ بفرمایید. برای اینه که آدم اگه شوش نداشته باشه بعد هم قلب نداره هم نمیتونه نفس بکشه. بعد آدم میمیره. وای. خب بعد چی کار میکنه شوش؟ شوش صورتیه. برای نفس کشیدنه. درسته. شوش این صورتیه. شوش دقیقا چی کار میکنه؟ شوش کارش اینه که شوش اسکیشونو میده به خونه میده به بدن. آفرین. چی رو میده به خون؟ درست گفتی. یه بار دیگه بگو. اسکیژن. اینو نگو. جختمون میگه چی پس دیگه؟ بزرگاست. کف پا رو تمیز کرد. هر کی باید اومد اینجا باید کف پا رو نگاه کنه. کجا؟ ببینم. هر کی میخواد بیاد تو اتاقت باید کف پاشو نگاه کنی؟ ببینم. چرا؟ میان تو تخت من کثیف میشه. ببینم. اگه کثیف بود چیکار میکنی؟ میگم برو از خونم. کوش کثیفه. برو بیرون. نمیرم. برو. فقط میتونی اینجا راه بری. راه برم؟ رو تخت نمیتونم بیام؟ یه دقیقه بشینم. بشینی پاتو بذاری زمین ابلت. نه یه دقیقه پام بزنم که بیام. نه. یه دقیقه. نه. یه دونه شو. نه. یه همچین شرایطی داریم ما الان. بچه هامونن. بعد حالا بچه یه بار دیگه بگو. میگه برای چی من نمیتونم درست فیلم بگیرم؟ چی میشه؟ چون که آقاه داره فیلماتو دستکاری میکنه. دستکاری؟ کدوم آقاه؟ اون که پیجاتو قطع میکنه. آها. چی کارش کنیم اینو که راحت شی؟ اینو باید بریم بهش زنگ بزنی. من برم بهش یه چیزی بگم دیگه پیجاتو قطع نکنه. آها پس تو باید بری باش صحبت کنی. آره.
که دوستم داری باش بقیه‌رم برقصون